اگر میخواهید که یک نفر را بکشید، پس با او محبت کنید، خاطره بسازید، با او وقت زیاد گذرانید و با هر بهانه کوشش کنید که او را خرسند کنید، باعث حال خوبش باشید، در دشواری ها او را دستگیری کنید. این گونه می شود یک نفر را زنده کرد. و وقتی که در زندگی به یک جای می رسد که جز شما کسی ندارد، او را رها کنید. در بدترین شرایط زندگی که بیش از هر وقت دیگر به شما نیاز دارد، او را رها کنید و دقیقاً طوری بروید که هیچ دلیل توضیحی نداشته باشد این رفتنتان. دیگر با او حرف نزنید، پیام ندهید، خداحافظی نکنید و در پیام آخرینتان هم با او آرزوی خوشبختی کنید. بی‌شبهه با چنین برخورد اون نفر میمیرد، هر روز میمیرد و زنده میشود و تو اون نفر در دنیا است، دیگر اون نفر سابق نمیشود.